برای خودت جایی بده. اینجا محل گذر است و هر کسی مدتی در آن اتراق می کند و سپس بار بسته می رود. شالی نداره. چرا اقدامی نمی کنید؟ نیازی نیست، الان تمام میشه. تمام میشه؟ معلوم است که تمام میشه. یا با مرگم دچار ضعیف یا با مجروح شدن. مگر من چه گفتم؟ توصیه میکنم که خیلی هرس نخورید. هر کس بالاخره یک طور باید بمیرد، ها؟ میکشنم. چرا میذارید؟ نگذارید مرا بزنن. این نزا را تمام کنید. بیش از این او را مجروح نکنید. حالی نداشته باش پسر جان، مگر نه تو را به جای او کتک خواهد زد. بچه جان، در کار بزرگترها دخالت نکن. بس کنید. او طاقت ضربات شما را ندارد. هیچ کس طاقت ضربات مرا ندارد. بس کن پسر جان، فکر خودت باش. اینها انسانند. چگونه میتوان بی‌تفاوت بود؟ بس کنید. برای آخرین بار میگویم این نزا را تمام کنید. تو چه گفتی؟ گفتم این نزا را تمام کنید. پا را نعل میکردم، پشم آمد پایش را بالا گرفت. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام. دستم را رها کن. هر زمان که آرام شدی رعایت میکنم. رهایم کن. شرط تا اینکه به نزا ادامه ندهی. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. من قصد نزا با تو را ندارم. ولی من دارم. بس کن. اگر جرأت داری شروع کن. اگر آرام شدی تمامش کن. گفته بودم با زندانیان نزاع نکنی. نیامده شروع کردی؟ قصد من ممانعت از نزاع بود. نزاع نکن. جناب کیدمه، اگر این جوان نبود این فکرتا مرا میکشت. پس شما اینجا چه میکنید؟ زندانیان یکدیگر را تکه پاره میکنند و شما فقط نگاه میکنید. از این پس هر کس موجب نزاع و بی‌نظمی در زندان شود خود را برای 100 ضرب شلاق آماده کند. این فرکتا چون آغازگر نزاع بوده 100 ضربه و یوزاسی 50 ضربه.
را تحمل میکنند. شما این واقع نیست. اگر ندیدین این فرکت تا چگونه محکم گرفته بود. ولی این منصفانه نیست. نباید این اجازه باشه. حافظ 50 ثانیه او را باز کنید. نمیدانم چگونه باید سپاسگزاری کنم. تو جان خود را به خاطر من به خطر انداختی. اگر نبودی مرا میکشت. ما انسانیم، باید دیگر را یاری کنیم. وظیفه من حمایت از شما بود. حافظ او را به سلول انفرادی ببرید. نام تو چیست؟ چه کاره ای؟ اینجا چه میکنی؟ چرا به زندان افتادی؟ مردم مصر یوزرسیف صدایم میکنند. تا امروز صبح پیشکار جناب پوتیفار بودم. علت زندانی شدنم تمرد و اطاعت نکردن از فرمان ارباب بود. و اما سوال بعد چه بود؟ تو با این جوانی پیشکار و همه کارای عزیز مصر یعنی پوتیفار بوده ای؟ نینفر کپتا همیشه برای حفظ برتری خود در زندان دیگران را به باد کتک میگیرد، زورگویی میکند. بارها کدامن او را مجازات کرده، اما او باز هم زورگویی میکند. امروز برای اولین بار از تو جوابی دندان شکن گرفت. من او را میشناسم. از نگاهبانان قصر پوتیفار بود. امیدوار بودم که زندان او را متنبه کرده باشد، اما او چون یک قهرمان پیروز سوی زندان میرفت. اگر اظهار پشیمانی نکرد چه؟ عجله نکنید بانو، برای قضاوت هنوز زود است. چند روز که بگذرد قدر آزادی و ناز و نعمت قصر را خواهد دانست. روزی که میرفت به یک رها شده از بند میمانست، نه یک اسیر شده در بند. امیدوارم این ترفند جواب دهد، وگرنه من میدانم و تو. پروردگار مهربانم، یوسف گرفتار رنج و مشقت شده، او را یاری فرما. من آزادی خیش را از دست دادم که تو را از دست ندهم. الهی سختی زندان و شکنجه را بر من آسان گردان و توان صبر و بردباری به من عنایت فرما.
خداوندا، پوتیفار و زلیخا برای من زحمت بسیار کشیدند. من از آنان گذشتم، تو نیز بگذر و زلیخا را از زندانهای گوناگونی که برای خود ساخته نجات داده و به سوی خویش هدایت فرما. تو پیشتر نگهبان قصر پوتیفار بوده ای؟ تو از کجا میدانی؟ این جوان تو را میشناسد. من تو را میشناسم؟ چرا خود را اصلاح نمی کنی؟ چرا دست از خطا و شرارت بر نمی داری؟ در کودکی شاهد دزدی تو بودم، در بزرگی هم شاهد زورگویی تو. تو کیستی؟ از کجا مرا میشناسی؟ من همان کودکی هستم که باعث زندان افتادن تو شد. قصر پوتیفار، خزانه قصر، خاطر داری؟ هیچ وقت تو را فراموش نمی کنم. سوگند خوردم از تو انتقام بگیرم و خواهم گرفت. مراقب خودت باش. مرا از تو بیمی نیست. بیم آن دارم که با ادامه راه خطا خود را هلاک کنی. ماجرا چیست؟ چیزی نیست. مطلبی است مربوط به گذشته بین من و نینفر کپتا. آنها که هستند؟ جرمشان چیست؟ چرا زندانشان جداست؟ نمیدانم. دیروز آوردند. جرمشان باید سنگین باشد. از چهرهشان که شرارت بر نمی آید. مدام با یکدیگر نزاع دارند. نمیدانم چرا. همسر و فرزندانمان چه خواهند شد؟ تو یه بزدل هر چه بر سرت بیاید کم است.
اگر بی ارزگی و ترس تو نبود همکنون آمونهotep مرده بود. ما نیز هر کدام برای خود جاه و مقامی داشتیم و ثروت هنگفتی را به چنگ آورده بودیم. حالا تو فکر میکنی چه بر سر ما خواهد آمد؟ من زیاد نگران نیستم. ما آمونهotep را نکشتیم، دیگری میکشند. نجات پیدا میکنیم، مطمئنم. پس تو کسانی را داری که کار نیمه تمام تو را تمام کنند. آنها چه کسانی هستند؟ بیا و نام آنها را بگو تا از اینجا خلاص شویم. تو چقدر ساده لوحی. ابله، ما تا زمانی زنده هستیم که حرفی برای گفتن داریم. به محض گفتن کارمان تمام است. ولی من یقین دارم از اینجا نجات خواهم یافت و تو یقین بدان به عنوان یک خائن بزدل هیچ راه نجاتی نداری. یعنی من نخواهم گذاشت. من گمان میکنم تو ساده لوحی. تو را فریب دادند. اکنون هم که در خطر افتاده ای هیچ یادی از تو نمی کنند. بس کن ایرروس، بس کن. من به آنان اطمینان دارم. من با آنان اطمینان دارم. آری اطمینان دارم. نگران نباش، یاریمان میکنند. من اطمینان دارم یاریمان میکنند. متاسفانه نه برای آمونهotep و نه خانواده او هیچ اتفاقی نیفتاده. عالی جناب، از آبوپیستم هیچ خبری نیست. اطمینان داری آبوپیست گم شده؟ بله عالی جناب، گویا قطره‌ای بوده و زیر زمین فرو رفته است. باید همه جا را بگردیم. اول زندانهای داخل قصر. اگر او دستگیر شده باشد به هیچ عنوان نباید سخن بگوید. هر کجا او را یافتید ترتیب بدهید. برای همیشه سکوت کنم. در غیر این صورت می‌دانید اگر آمونهotep بفهمد که ما قصد جان او را داشته ایم چه فضاحتی به بار خواهد آورد. اگر بر علیه ما اقدامی نشده یعنی هنوز کسی از ماجرا خبر ندارد و یا اگر آبوپیست دستگیر شده هنوز سخنی نگفته. نگران نباشید عالی جناب، زیر زمین یا بالای آسمان هم که رفته باشد او را پیدا خواهم کرد. نمیفهمم. بله جناب اقدامان. آن چیست؟ مقداری غذا و از این قبیل چیزهاست برای یوزرسیف است. این رو هم از طرف من به کیدامن داده سلام مرا به او برسان. بگو یوزرسیف را بزرگ بدارد و از او در بهبودی امور زندان بهره بگیرد که او در عین جوانی بسیار کار آزموده و حکیم است. حتما جناب اقدامان، حتما.
داخل شو. به رودامن سلام برسان و از او سپاسگزاری کن. داخل آن کیسه چیست؟ مقداری غذا برای یوزارسیف است. اینجا زندان است، نه قصر پوتیفار یا استراحتگاه. اما از آنجا که رودامن آن را فرستاده مانعی نیست. یوزارسیف را بیاورید. یوزارسیف، جناب کیدامن شما را احضار کردند. می توانیم با هم سخن بگویی؟ خیلی کوتاه. آرام باش میساوو، آرام باش. ببینم تو برای خلاصی من از زندان گریه میکنی؟ من برای زندانی شدنت گریه میکنم. اشتباه میکنی. برای من قصر پوتیفار زندان بود، نه اینجا. اینجا برایم عین خلاصی و آزادی است. اینها را برای تو آوردم. خیلی خوب است. زندانیان را خوشحال میکند. ولی من این را برای شما آوردم، نه برای زندانیان. نه، خب نمی شود که به آنها ندهی، اما لااقل کمی هم خودت بخور. همه را به آنها نده. بسیار. من گمان میکردم در قصر پوتیفار فقط بانو زلیخاست که تو را دوست دارد، ولی مثل این که علاقه به یوزارسیف درد مشترک همه اهالی این قصر است. سپاسگزارم. ماجرای بانو زلیخا را تو به جناب کیدامن گفتی؟ نه، جناب رودامان برایم نوشته است. او تو را مردی حکیم و کار آزموده می‌داند و امیدوار است اوضاع زندان با وجود شما سامان گیرد. جناب رودامون لطف دارند. البته اگر شما اجازه دهید کارهایی را میتوان انجام داد. این غذا را بین زندانیان تقسیم. آرام باشید به همه میرسد. آرام بگیرید برام، به دیگران هم بدهید. اگرچه کم است، اما میتواند مقدمه‌ای برای رفع کدورت باشد. رفع کدورت؟ بین من و تو جز نفرت و کینه نیست. رفع کدورت بماند بعد از تلافی و تقاص. مانع نیست، اما هیچ کس از عداوت و نفرت خیر ندیده. تو نیز نخواهی دید. تلخی کینه و خشم سختی کنج زندان را 10 چندان می کند. تو موجب شدی من سالها به کنج زندان بیفتم و من این را تلافی خواهم کرد. تو اگر دزدی نمی کردی به زندان نمی افتادی. بهتر از خود را اصلاح کنی.
اینجا چگونه زندگی میکنید؟ چرا تلاشی برای مرمت، برای تمیزی اینجا نمی کنید؟ اگر خیلی تمیز شود جا خوش کرده به این زودی اینجا رو ترک نمی کنید. اینجا زندان است. نه ما میهمانیم نه اینجا میهمان سرم. از قضا همه اینجا میهمانیم، نه تنها زندان که دنیا همین است. مدتی در این دنیا میمانی بعد میرویم. این ناپایداری و حضور موقت یا زندانی بودن ما دلیل مناسبی برای تحمل این آلودگی و تعفن نیست. رودامان، ببخشید جناب رودامان، او مرا دید. من نه اون را دیدم، یوزرسیف را میگویم. حال او خوب بود؟ خوب، بسیار هم خوب بود. در همین چند روزه توجه رئیس زندان رو به خود جلب کرده. نامه شما رو هم به جناب کیدامن دادم. خب او یوزرسیف رو نزد خود خواند. یوزرسیف مرا در آغوش کشید و بسیار محبت کرد. از این که زندانی بود ناراحت نبود؟ ناراحت؟ نه اصلا، بسیار هم خوشحال بود. میگفت زندان زاویرا به مراتب بهتر از زندان بانو زلیخا است. گویا بانو کاری ماما با من کاری دارد. خیر، سوالی در مورد یوزارسیف داشتم که پاسخش را گرفتم. بد شو؟ نه خیلی، نگران نباش. هم الان میرفت به بانو زلیخا گزارش میدن. دیدنیست خشم بانو زلیخا. زندان زاویرا بهتر از زندان بانو زلیخا. زندان زاویرا را به جهنمی برایت تبدیل کنم که روزی 1000 بار آرزوی زندگی در استبل خانه زلیخا را داشته باشی. نشانت میدم. خواهیم دید. بنویس. حال خانه من از زندان زاویرا بدتر است؟ حال خانه نه ابله. این را ننویس. ببخشید بانوی من. بنویس یوزارسیف را به زندان فرستادم
که تنبیه شده از من اطاعت کند. فردی که از اربابش اطاعت نکند باید آنقدر زجر و شکنجه ببیند که فکر تمرد سرپیچی را برای همیشه از سر بیرون کند. یوزارسیف زمانی از زندان و شکنجه خلاصی خواهد یافت که تصمیم به اطاعت از من بگیرد. این را به یوزارسیف ابلاغ کنید. شما بروید و به بانو زلیخا بگویید اوامرشان اطاعت خواهد شد. یوزارسیف انتخاب با توست. می توانی از اینجا خلاص شوی. کافی است برای بانو زلیخا بنویسم یوزارسیف حاضر به اطاعت است. من این اسارت را دوست‌تر می‌دارم از آن آزادی و راحت. و اینکه زندان شکنجهگاه جهت اطاعت از زلیخا باشد یا جایگاه امن جهت نجات از دام او، بستگی به تصمیم شما دارد. تا مجبور نشوم فرمان زلیخا را به کار نخواهم بست. جناب کیدامن، می توانم تقاضایی داشته باشم؟ بگو. فضای زندان را با کمک زندانیان می توانیم مرمت مرتب کنیم، اما تعویض لباس ها و مرمت آنها از عهده ما خارج است. یاری ما می کنی؟ سعی می کنم. آپوپیس خانسالار جناب فرمان روا را به تازگی این اطراف ندیده‌ای؟ درود بر تو فرمانده عزیز. آپوپیس خانسالار مخصوص فرمان روا را ندیده ای؟ با او کار دارم. چند روز پیش یک شب او را اینجا نگه داشته سپس بردند. بردند؟ کجا؟ اصلا او چه کرده بود که او را اینجا آوردند؟ نمیدانم. به دستور جناب پوتیفار شب آنها را آوردند و به دستور خود ایشان نیز صبح همان روز بردند. آنها؟ مگر چند نفر بودند؟ 2 نفر بودند. آپوپیس و ایناروس. تو با آنها چه کار داری؟ هیچ. امانتی نزد من داشت، میخواستم به او بسپارم. خب به خانه آنها میروم، شاید او را یافتم. خدایا نگهدار شما باشد. خدایا نگهدار شما باشد. خدایان بر آنان نزدیک به 2 ماه هست از آنان خبری نیست. کارشان که از کار گذشته دیگر کسی را نمیشناسه. نمیگوید ما با یک ابله قراری داشتیم، او زندگی خود به همسر فرزندانش را به خاطر ما به خطر انداخته بود. حالا چه بلایی سرش آمده؟ اکنون در کجاست؟ برایشان مهم نیست. چرا محرکین خود را معرفی نمی کنی؟ آن رزمهای کثیف که به عهد خود پایبند نیستند، تو چرا پایبندی؟ حال که تو در رنجی چرا آنان آسوده باشند؟ بس کنید.
شما را چه شده؟ قضای ملال آور زندان را بدتر از این که هست نکنید. ما دو ابلهیم که میخواستیم جناب فرمانروا آمنحتب را بکشیم، غافل از اینکه او خود از خدایان است و به این سهولت کشته نخواهد شد. اکنون 2 ماه است که در این دخمه ایم و 1 نفر سراغی از ما نمیگیرد، ولی این ابله هنوز به محرکین خود وفادار است و حاضر نیست نام آنها را فاش کند تا ما از این بند و زندان خلاص شویم. تو شاید ابله باشی اما من نیستم. این هنوز نمیداند تا زمانی پوتیفار و آمنحتب ما را زنده نگه می‌دارند که مطلبی برای گفتن داریم، وگرنه کسانی که قصد جان فرمانروا آمنحتب را داشتند دلیلی ندارد که دیگر زنده بمانند. تو که میدانی کشته خواهی شد، چرا ماهیت عوامل اصلی این ماجرا را برملا نمی کنی تا آنها هم به سزای عمل خود برسند؟ من هنوز امیدوارم. هنوز امیدوارم. اگر هم امیدی به نجات نداشته باشم افشایشان نمی کنم. نه، افشایشان نمی کنم. اگر نامی از آنان ببرم خانواده و بستگانم همه نابود خواهند شد. حدس میزنم این دسیسه از جانب معبد آمون است و نگرانی آپوپیس بیجا نیست. آنها انسان‌های بیرحم و سنگدلی هستند. حدس من درست بود؟ نه اصلا من که گفتم افشایشان نمی کنم. نگفتم؟ امتناع تو عاقلانه است. اگر نه جان خودت لااقل جان همسر و فرزندانت را نجات می‌دهد. با این وصف ما باید به خدایان پناه ببریم. فقط آنها میتوانند یاریمون کنند. خدایان اگر توان یاری داشته باشند ابتدا به یاری کاهنان معبد خود آنخماهو و پادیامون خواهند رفت، نه به یاری شما. پس به نظر تو ما نه یاری آمون را داریم نه یاری کاهنان آمون را؟ من قصد اهانت به خدایان شما را ندارم، اما امید یاری از قطعه سنگ به نظر عاقلانه نمی آید. تو کیستی که خدایان ما را قطعه سنگ میخوانی؟ یوزارسیف هستم. یوزارسیف پیشکار پوتیفار، همان که ماجرای زلیخا. شما برای نجات خود به خدای قوی تری نیاز دارید. از این خدایان کاری بر نمی آید. برخیزید آمده شوید. به معدن سنگ می روید. به صف شوید. آنها را ببندید. سریعتر. که میرفت خیلی نگران بود. میگفت ممکن است اتفاق بدی بیفتد. آیا تا کنون سراغی از او گرفته ای؟ از قصر همه جا رو جستجو کردم، کسی از او خبری ندارد. جایی رو جز خانه بستگان که نداریم. آنها هم بی اطلاع هستند. نگران نباشید، اگر او را یافتیم به شما خبر میدهیم. چگونه از او خبر نداری؟ گر اینجا خانه او نیست؟ من گمان میکردم میتوانم سراغ او را از شما بگیرم.
چون این روزهای آخر مدام از شما و جناب آنخ ماهو سخن میگفت. مثلا چه میگفت؟ چه میدانم؟ میگفت قرار است اتفاق مهمی بیفتد. وضع ما و مقام و موقعیت آپوپیس بهتر خواهد شد. فکر میکنید کجا رفته باشن؟ نمیدانم. امیدوار بودم که شما بزرگان معبد اطلاع داشته باشید. نکند برای او اتفاقی افتاده یا بلایی سر او آمده. شما نگران نباشید. به شما اطمینان میدهم که هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر اتفاقی افتاده بود همه با خبر میشدن.